دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان هرچند روز 5 فوریه در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان تیم ملی کره جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. در بازی دیگری گروه ب منتخب ژاپن تیم ازبکستان را با حساب 4-2 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که در هر سه بازیش غالب آمد در گروه ب با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ازبکستان با 6 امتیاز دوم شد. بر اساس دستور مسابقات تیم‌های ژاپن و ازبکستان به چهارک فینال برآمدند. ولی منتخب تاجیکستان که با 3 امتیاز سوم و تیم کره جنوبی که بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار گرفت، از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم شدند. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان 11 فوریه به پایان می رسد. بجز تیم‌های ژاپن و ازبکستان، دسته‌های ویتنام و بحرین و ایران و عراق به چهارک فینال برآمدند. برای دو راه خط باقی مانده به دور چهارک نهایی مسابقات، دسته‌های لبنان، قرقیزستان و تایلند در گروه د تلاش دارند.